بودی از دیروز من اینو اعلام نمی‌کنم برای بار اول، دارم صحبت می‌کنم، اما فکر می‌کنم دیگه نمیتونیم هی دور موضوع بچرخیم و هی شونه خالی کنیم بعد منتظر بشیم که کی اول میپره وسط که من اون وقت بیام امضامو زیر فلان سند بذارم یا فلان مانیفست بذارم. این رو به عنوان یک سوال باز مطرح چندین پرسش در این زمینه است اگر اجازه بدید. خواهش می‌کنم بفرمایید. یکی این که به حال این یک جنبش اساساً در اون مرزی است، جنبشی که متشکل است از اجزاء گاه ناهماهنگ و ناهمسان ولی در یک عقیده کلی متفق و هماهنگ. حضورتون عرض کنم که در این جنبش انواع و اقسام اندیشه ها هست. ما چگونه میتوانیم با اونها تماس بگیریم، با این تنگنای ارتباطی ازشون پرسش کنیم شما این رویه رو قبول دارید، با این شخص موافقید، خودتون کی رو معرفی میکنید و میدانیم که در این میان الان اونها هم یه تلاشایی رو شروع کردن. آقای مهاجرانی در لندن اعلام کرده که اتاق فکر جنبش سبز تشکیل شده است، یعنی اون 5 نفری که اون نامه ملی مذهبی ها رو امضا کردن. آقای خانبابا تهرانی اعلام کرده است که این یک انقلاب کلاسیک نیست که رهبر داشته باشه، این یک جنبشی است که همه نیروهای متفاوت و حتی متعارض در اون شرکت دارند و نیازمند این است که تعدادی از برجستگان این جنبش و جامعه معتمدان یک هیئت امنا تشکیل بدن برای ایجاد یک استراتژی براش. با نگریشی به این اطلاعاتی که یادآوری کردم حالا بفرمایید نظرتون چیه؟ خب من فکر کنم تقریبا همون چیزایی رو که اشاره کردم به زبان دیگری یا به نوع دیگری تایید میکنید که همونطور که خودم اشاره کردم مجموعه این حرکت باز بر مبنای یک تفاهم جمعی پیش بره، برای که همونطور که شما اشاره کردید این برخلاف خیلی از جریانات مختلفی که در تاریخ دیدیم یک شکل خیلی استثنایی به خودش پیدا کرده و نشان دهنده اتفاقا یک حرکت پلورالیستی است، پلورالیسمی که در یک خطوط کلی همسو و هم عقیده هستند. منتها مسئله ما فکر نمی کنم انقدر مسئله پرنسیپش باشه که نحوه هدایتش باشه، چون این سوال میشه، این سوال رو هر جوری بخواین نگاه بکنین یه جا میرسه به این که هدایت و رهبری این کار یه جایی باستی یک جنبه محسوستر و ملموستری پیدا بکنه. این جزء بحثایی است که الان مطرح هست و به هر حال برگردیم همون نکته که شما گفتید، بله بایستی که شخصیت‌های مختلف بر مبنای آنچه که در داخل مشخص میشه، نه که از خارج چیزی بخوایم بر خودمون ببافیم، نه، اینا همش منطبق هست بر نیازمندی‌هایی که از درون اشاره میشه. در حدی هم که ارتباطات الان موجود هست و این امکانات تبادل نظر هست و از اونجایی که باسی حد زد که رژیم همه کار را خواهد کرد که سعی کنه محدود بکنه ارتباطات رو، این دلیل بیشتری است به اهمیت اینکه یک مرکزیتی در خارج از مملکت بتونه به وجود بیاد که نگذاره که این ارتباطات قطع بشه، دائم تلاش بکنه برای اینکه این تماسا بین همیهنانمون بین خودشون در داخل و با خارج و با جامعه المللی از بین نره، بیشتر تقویت بشه، ولی ضمناً بشه این هماهنگی رو ایجاد کرد. به هر حال من در همین لحظه که دارم باتون صحبت میکنم اینا صحبتایی است که با انواع اقسام این شخصیت‌ها و فعالین مطرح هست و موجود هست و باز تکرار میکنم هر کمکی که از دست من بتونه بر بیاد که زودتر بتونیم این مجموعه رو به وجود بیاریم و بتونیم اون مکانیزم هماهنگی رو ایجاد بکنیم، مسلماً من هیچ کوتاهی در این مورد نخواهم کرد. ولی اگه برسیم به جایی که هیچ اتفاقی نیفته فقط حرفشو بزنیم، بالاخره به مرحله میرسیم که من اون موقع دست می‌برم بالا به عنوان یک چی میگن، به عنوان یک داوطلب که به حال یه تعدادی رو از یه جا این کار رو آغاز بکنیم که کار پیش بره، چون این مسئله رو بی جواب نمی‌برداشتین خودتون در شناسایی افراد، در شناسایی نیروهایی که عملکردهای مختلفی رو در حال حاضر دارن. خب مسلم منطقه میخوام بگم این یه چیزی نیست که یهو بشه به قول معروف انگشت روش گذاشت و گفت آقا جان فلانی پاشو فلانی پاشو. این باز همچنان در قالب یک تفاهمی باشه، ولی در جایی که تردید در جلو پا به میدان گذاشتن بعضیا ممکنه باشه، حالا به هر
علتی که در این 30 سال دیگه داستان درازی است که امام سلطان سر این موضوع در بیارن، بالاخره یه جایی باسی پاسخگوی این درخواست بود. مبنای اصلی کار روی مایحتاج داخل، مبنای اصلی کار رو خواسته هایی است که از داخل خود این جریان مطرح میشه. هیچ چیز خارج از موضوع نمیخوایم، نه اختراع بکنیم، نه کشف بکنیم، نه به قول معروف یه چیزی که قبلا تجربه نشده رو در جهان. اما اینا صحبت هست که الان مطرح هست. به هر حال این جزء سوالات کلیدی است که به نظر من تمام جامعه ما فعالین، جامعه برون‌مرزی باسی به فکر عمیق‌تری بیفته، مسئله ضرورتش رو بیشتر درک بکنیم. و در پرنسیپ خیلی واضحه آقای مهری، دیگه بالاتر سیاهی رنگی نیست. اولویت رو به چی میخوایم بدیم امروز؟ اگه از یک دید مسلکی فقط، اگه از یک دید ایدئولوژیک فقط، از یک دید تصاحب قدرت به قضیه بخوایم نگاه بکنیم، ابدا این توافق رو نمیتونیم ایجاد بکنیم. اما اگه هدف ملی رو، هدف نجات کشور رو، هدف ایجاد فضای انتخابات رو، رسیدن به یک جامعه مترقی رو، رسیدن به حقوق بشر رو، به نظام دموکراتیک رو جزو هدف اصلیمون قرار بدیم، من جریان سیاسی رو نمیدم که نتونه خودشو تطبیق بده به این مهم یا به این اولویت. اما این سوالی است که من امروز از همه‌شون میپرسم. این سوالی است که میگم که اصلا فرض کنید من وجود خارجی ندارم. حالا ممکن است قیافه شخص آقای پهلوی خوشتون نیاد به هر دلیلی، ولی با این پیامی که دارم و با این پیشنهادی که دارم، اگه مشکلی ندارید بیاین اصل مسئله رو پیگیری بکنیم. دیگه از این بالاتر چی میتونم بهتون بگم؟ ولی اینو میتونم بگم که اگر جامعه ما در فقدان یک آلترناتیو ملموس باقی بمونه، اگه مشخص نباشه دقیقاً به کجا میخوایم برسیم، خیلی از فرآیندهایی که باسی در انتظارش باشیم ممکن اتفاق نیفته و این به ضرر کل حرکت خواهد بود. چون کندن از رژیم باسی تنها عامل کار ما نیست، رسیدن به انتقالش به آنچه که باید پیش بیاد خیلی مسئله مهمی است، به خصوص برای عناصری که تو این رژیم گیر کردن و میخوان بدونن به کجا میخوان برن باهاش. یه سوال دیگه که در این میان متبادر میشه به ذهن این است که به هر حال در میانه این گروه‌های متفاوت و شخصیت‌های متفاوت که یا نماد این جنبش هستند یا به هر حال شاخصیتی دارند در جنبش، کسانی هستند که ضمن این که از فرض کنید کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر سخن میگویند، از بازگشت به قانون اساسی و عصر امام هم صحبت میکنن. اینا چگونه میتونن سکولار باشن؟ چگونه میتونن در اون راهی که شما پیشنهاد میکنید؟ همین ببین آقای مول، من گفتم یه جای شاخصی هم هست. بله میدونم، یه جای گفتم بالاخره باز خط رو کشید و این سوالی است که جامعه ایران باسی تصمیم قطعی راجبش بگیره و این سوالی است که من لااقل در حد آگاهی خودم دارم این رو بهتون میگم. من فکر نمی‌کنم که اکثریت هم‌میهنانمون علل خصوص نسل جدید امروز زیر بار یک سناریویی بره که به اون چیزی که بهش اشاره می‌کردم منتهی نشه، یعنی یک نظام سکولار، یعنی یک جدایی کامل دین از حکومت. این یک لازمه حیاتی است برای رسیدن به دموکراسی. این دیگه مسئله شوخی بردار و تعارف و به قول معروف نیمبند نیست که بخوایم بگیم حالا یه ذره از این یه ذره از اون، نمیشه، با هم جور در نمیاد. اگه سر این اختلاف نظر هست، اگه سر این ممکنه شکاف بر بیاد، بگذاریم تاریخ این قضاوت نهاییشو بکنه که آیا این حرفی که بنده نوعی امروز دارم خدمت شما میزنم درسته یا نه. ولی من بهتون میگم این همه هزینه، این همه جانهای از بین رفته، این همه تجربیات تاریخی در تحولات سیاسی کشور خودمون در قرن اخیر، اگه منتهی نشه به این سناریو، اصلا من نمیتونم هیچ توجیهی داشته باشم برای این همه از خودگذشتگی و فداکاری سناریو. برگردیم به خونه اول. دقیقاً. خب حالا شاهزاده یه مسئله خیلی به نظرم مهمه که بالاخره سر این یه اختلاف نظر ممکنه باشه بین بعضی‌ها، ولی خوبه که الان حرفشو بزنیم و مسکوت نذاریم بگیم انشالله گربه است. نه خیر، گربه نیست. الان ببینید یه مشکلی که وجود داره، بلافاصله وقتی مسئله نجات ایران مطرح میشه، چهره‌های سنتی سیاست میاد جلو ما که اینا کسانی هستند که الزاماً باید مثلا توی شورا باشن، توی تشکیلاتی داشته باشن، به اینا باید ارتباط ارگانیک برقرار کرد به خاطر ایران.
در حالی که شرایط نو، تاریخ نو، چهره نو میطلبه. من اینا که تو خیابونا هستن عناصر گذشته هستن، نه، یه نسلی است در دامن انقلاب پرورده شده، انقلاب رو نمیخواد، شیر انقلاب رو هم نوشیده، نمیخواد، میخواد ایران رو عوض بکنه. به نظر من ما تو چهره‌های سنتی رها کرد، رفت دنبال نسل جدید. در این آمریکا ما حدود 400,000 کارشناس داریم در کل در سطح جهان، 400,000 کارشناس